با درود. امروز تو روبرو یکی از بیدادگاه‌های کشور انگلستان هستم. یه سیستمی اینجا هست، آدم ها میرفتن تصادف میساختن، بعد برای این تصادف میرفتن پول میگرفتن. ما یه تصادفی داشتیم، نشسته بودیم تو ماشینمون، یکی اومد بهمون زد، چرخیدیم نگاه کردیم، اینجا کش اومد، هنوزم درد میکنه. بعدش هم دوباره یه تصادف دیگه همینجوریش اومد رسید. بعد از 4-5 سال رسید که بره دادگاه. هی علافی علافی علافی. وکیل ما اومد به ما گفت که بیشین یک فرم برات مینویسم، بنویس که تو از رانندگی میترسی. گفتم کاکو ما از رانندگی نمیترسی. گفت که نه، ای که ما میگیم تو میترسی. گفتم آقا من دروغ نمیگم، من از رانندگی نمیترسم، همه بدبختی دنیا این دروغوه. بیاین این دروغو رو بذاریم کنار، هممون با هم بهتر زندگی بکنیم. من تو ماشینم نشستم، این اومده زده. خلاصه ما دعوامون بالا گرفت با کمپانی خودم. او هم رفت به یه دروغی گفت که من وضعیت مالیمون با او به هم خورده و خلاصه به هم زده، در حالی که سر این دروغ نگفتن من چی. حالا فرق آدما با آدما، اینجا میرید تصادف میسازید، اینشورنسی که ما 300 پوند میدادیم بعد 800 پوند شد، بعد 1000 خورده ای شد، میرید این پولا رو میبرید سر سفرتون. ولی من امروز اومدم تو این بیدادگاه میگم آقا جون سیستمش اینجوری بوده، حالا او کسی که به ماشین من زده، حالا او شاکی شده میخواد چند هزار پوند از ما بوسونه. گفتم این چند هزار پوندو که خوبه 100,000 پوندم میدم، ولی دروغ نمیگم. نگاه، خونه و زندگیت نفروش، بلند شو بیا فکر کنی اینجا دادگاهش به نفع تو هست. اینجا ریسیستی و تو سفید پوست نیستی و یکی از چیزایی که خیلی زورشون میگیره بهش میگن لیتیجنت این پرسن. چون من خودم دارم میرم دادگاه و خودم کیسای خودم میبرم و اینا خیلی بهشون بر میخوره، خیلی براشون اهمیت داره این بی دادگاه بود. من میخوای زندگیت بفشی بیا اینجا تو زبون انگلیسی، این فرما اینجا من نوشتم که بابا من اینجا دروغ نمیخوام بگم. توی هم نوشتیم گذاشتیم جلو. به قاضی من میگم آقا پرمیشن تو اپیل بده، میگی نه من پرمیشن تو اپیل نمیدم. میگم من که اپیلو میذارم، ولی یه پرسشی ازت دارم. ازش پرسیدم، از این سفید پوستوی دماغ بالایی جوری بود. گفتم یه پرسشی دارم، تو داری کوراپشن رو تقویت میکنی که من بیام توی لیگال سیستم دروغ بگم که کیسم برنده بشه؟ من مدلای دیگه ای نیست که برنده شدن. جوابی نداره بده. بحث ای که این سیستمو خرابه و این خرابی رو من چرا بخوام درستش کنم؟ من بعد از کنارش رد بشم، به خودم ضربه نخوره. تو ایران اما کاری که یزیدتون با زینب خودتون نکه شما دارید میکنید. زینب هم کاظمی، این مهندسوره 74 ضربه شلاق میخواین بزنید. 74 ضربه شلاق به یه مهندسی که روسریشو در آورده. بی شرفات، بی نزاکت، بی ادب، نافهم، بی تربیت، خامنه امنن صد بدر. یک زنه، یک دختره، این مثل برگ گله، این بایستی حرمتش نگهداری، حریمداری بکنی. 74 ضرب شلاق برای یه زن که رو سرشی در آورده. وقت میگم ما پس از 1400 سال هنوز ای اسلام رو توف میکنیم، همین چیا هست؟ هنو ما زیر بارش نمیریم، این چیا هست؟ او قاضی که قاضی نیستن، مثل این قاضی که قاضی نیستن، یه مش بیدادگاهی در سر تا سر جهانه. میشه من این 74 توی زینب کاظمی رو من بخرم؟ به جون خودم تو لندن، تو اروپا، هر جو بگید میام. تو زیر زمین، توی نمیدونم سفارتون میام، تو جنگل، به جون موهاتون این 74 ضربه رو به من بزنید، به این زنو نزنید. وای میستم دستو میبندم روی درختی، 74 ضربه شلاقت بزن، دستو واس کنم، تو برو او بر من میرم. او وقت اونایی که زندگیشون میفروشن بیان تو این کشورو
بله اگه پا به پویه این دوزیا و این کلکا و این دروغا میگه، این اونا رو بر سر سفره. ولی من الان افتخار میکنم 4517 پوند جریمه شدم برای که دروغ نگفتم. البته سرولوبیه که من این 4517 پوند رو به تو بدم، ولی من خوشحالم که این حکمو تو این دادگاه اومد صادر شد برای آیندگان که بودونن آدمایی بودن که این جریمه ها رو براشون نوشتن چون دروغ نگفتن. زبرون کسی نیاید چو به یاری تو اینجا، تو ز خویشتن برون ها سپه تتار بشکن. این بیدادگاه ها همین جوری هست، همه جا وجود داره. اگه میخوایم باید کشورمون رو آزاد بکنیم، نه بیایم با زبون الکن انگلیسی تو دادگاه اینا تقاضای عدالت ازشون بکنیم. یه چیزی در آوردن سر دو تا تصادفی و یه ایمیلشون درس کرده یه کمپانی ساخت و ساز مال یهودیا پشت این قضیه کیس منه. چرا؟ چون به کمپانی یهودی وکیلای یهودی گفتم شما از من خواستید که ساین بکنم فورس داکیومنت که من از رانندگی میترسم. من نه از رانندگی میترسم، نه از پرواز میترسم، نه از سرنگون کردن آخوند میترسم و نه از بردن انگلیس به دادگاه برای نسل کشیش تو 1917، برای کودتای 1953، برای دزدیدن کارخونه شهباز و از هیچی از اینا نمیترسم. با یه آدم نترسی طرفی خامنه‌ای امنن صد پدر شیعه جاک شهره که نوکر اینا هستی، نوکر شرق هستی، که نوکر غرب هستی، نوکر شرق هستی. بیام دروغ بگم و اون نون دروغور لقمه دروغور من هر شو درد ای رو میکشم بالشون باید 100 جور بچرخونم درد ای آروم بشه بدنم بتونم خوابم ببره و بیام دروغ بگم. همین جوری باید بگردیم تا بگردیم عمرمون داریم هدر میدیم. بدرود آرشید.